الان تو فکر کن مهمان بعدی این خونه خانواده شما خواهرت و خواهرزادت و دامادت و اینا باشن. خب من الان اومدم برم دیدم تمام این تو مو چسبیده. خب یعنی 1 ثانیه بود برای من. آی جمع زده بود، آب بودیم که بگیم برن یه ویلای دیگه اونا اینجا. آره اومدم اینجا مو رو بردارم، فکر کنم مهمونای قبلی اینجا فکر کنم جغمق زده بودن کسخلا تمام. اومدم اینجا رو تمیز بکنم، مو بود با دستمال این سوراخ رو کشیدم، دیدم خالکسته یه چیزی انقدری اومد، دیدم گفت سلام عمو، به من گفت پرتش کردم اون سمت.